بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در 297مین جلسه از مجالس شرح ریاض الصالحین رسیدیم به باب 361 از این کتاب، بابی با عنوان کراهت الخروج من بلد وقع فیها البلاء فرارا منه، کراهیت خارج شدن از شهر و دیاری که در آن بلا واقع شده باشه، یعنی بیماری واگیردار، و آن هم به نیت فرار از آن و کراهت القدوم علیه، و همچنین کراهیت وارد شدن بر شهری که در آن بلا واقع شده باشه. به این معنی که اگر در شهری طاعونی، وبایی، بیماری واگیرداری شیوع پیدا کرد، نه کسی از آن خارج بشه تا مبادا این ویروس و این بیماری را به جای دیگر منتقل بکنه، و نه هم انسان سالمی از شهر سالمی وارد این شهر بشه و خودش رو در معرض این بیماری قرار بده. الله متعال می فرماید اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده، هر جا که باشید مرگ به سراغ شما خواهد آمد و شما را در می یابد، حتی اگر در برج‌های محکم و استوار و سر به فلک کشیده باشید. پس فرار کردن شما از شهری که در آن بیماری شیوع پیدا کرده باشه قطعا شما را از مرگ نجات نخواهد داد. چه بسا انسانهایی که از اسباب مرگ فرار کرده اند، ولی مرگ آنها در جایی صورت گرفته که به آنجا پناه برده اند. و همچنین الله تعالی می فرماید ولا تلقوا بایدیکم الی التهلکه، با دستهای خود را به هلاکت نیندازید. یعنی اینکه بعد از شنیدن اینکه در فلان شهر بیماری رواج پیدا کرده، با دست خودت وارد آن شهر نشو و اسباب هلاکت خود را فراهم نساز. از صحابی بزرگوار عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما روایت است که ان عمر ابن الخطاب رضی الله عنه خرج الى الشام. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه وقتی که خلیفه بود، به منظور بستن قرارداد با نصارا در بلاد شام در فلسطین از مدینه خارج شد. حتی اذا کان بسرغ، وقتی که به مکانی به نام سرغ رسید، لقیه امراء الاجناد ابو عبیده ابن الجراح و اصحابه، فرمانده تمام نیروهای مسلح در این لشکر که شخصی به نام ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه بود، همراه یارانش عمر ابن الخطاب را در این مکان دید و به همدیگر رسیدند. فاخبروه ان الوباء قد وقع بالشام، به عمر خبر دادند، یعنی عمرا ابو عبیده و همراهانش به عمر خبر دادند که وبا سرزمین شام را در بر گرفته، مانند بیماری کرونا خودمون که وقتی که شروع شد هیچ دوایی و هیچ درمانی نداشت و همه را خانه نشین کرد و بر تمام صحنه های زندگی تأثیر بسیار بزرگی گذاشت. گذشتم همینطور بود، وقتی که وبا جایی را در بر می گرفت دیگه آن بیماری فراگیر می شد و درمانی هم برای آن وجود نداشت. به عمر خبر دادند که وبا در قسمت شام، در منطقه شام فراگیر شده و همه را در بر گرفته. قال ابن عباس
عبدالله بن عباس میفرماید که فقال لی عمر رضی الله عنه به من گفت ادعو لی المهاجرین الاولین، مهاجرین اولین، یعنی آن بزرگان، کسانی که جزء السابقین اولین بودند در اسلام، جزء اولین کسانی بودند که به پیامبر صلی الله علیه وسلم ایمان آوردن، آنها را صدا بزن. میخواد باشون مشورت بکنه. فدعوتهم، ابن عباس میفرماید که آنها را صدا زدم. فاستشارهم، عمر نیز با آنها مشورت کرد. و اخبرهم ان الوباء قد وقع بالشام، و به این بزرگان خبر داد که وبا در منطقه شام واقع شده و الان تصمیم چیکار بکنیم. فاختلفوا، این بزرگواران در اینکه آیا به مسیر خود ادامه بدهند یا اینکه بر بگردند به مدینه دچار اختلاف نظر شدند. برخی ها گفتن بریم نترسیم، و برخی هم گفتن که یک امت را در معرض خطر مرگ قرار ندهیم. فقال بعضهم، برخی گفتن که خرجت لامر، به منظور امری و کاری مهم از مدینه خارج شدی. ولا نرى ان ترجع عنه، و نظر ما نمیگیره که بخوای بر بگردی، برو سفرتو تکمیل کن. وقال بعضهم معك بقیة الناس و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم، برخی دیگر گفتند که این کسانی که با تو هستند جزء نخبگان و برگزیدگان مردم هستند و اصحاب رسول الله صلی الله علیه و سلم با تو هستند در این لشکر. ولا نرى ان تقدمهم على هذا الوباء، و نظر ما این چنین نیست که این گونه انسانها را بر این وبا وارد بکنی و عرضه بکنی. فقال ارتفعوا عنی، عمر رضی الله عنه وقتی که دید کسانی که با آنها مشورت می کند دچار اختلاف نظر شده اند، فرمود که بلند بشید و بروید. ارتفعوا عنی. ثم قال، سپس باز به عبدالله بن عباس گفت که ادعو لی الانصار، انصار رو صدا بزن، ببینم بزرگان انصار چی میگن. فدعوتهم، آنها را صدا زدم. فاستشارهم، با آنها هم مشورت کرد. فسلكوا سبیل المهاجرین، اینها هم دچار همان اختلافی شدند که مهاجرین دچار آن شدند. واختلفوا كاختلافهم. فقال ارتفعوا عنی، باز عمر رضی الله عنه گفت که بلند شید و بروید. ثم قال ادعو لی من كان ها هنا من مشیخة قریش من مهاجرة الفتح، گفت که برای من کسانی را صدا بزن که جزء ریش سفیدان قریش هستند. مشیخة قریش یعنی ریش سفیدان قریش، من مهاجرة الفتح، از آن کسانی که جزء مهاجرین فتح مکه به حساب میان، آنها را صدا بزن. فدعوتهم، آنها را نیز صدا زدم. فلم یختلف علیه منهم رجلان، این گروه یک صدا و یک رأی شدند و به هیچ عنوان دچار اختلاف نشدند. چه گفتن؟ فقالوا نرى ان ترجع بالناس، گفتن نظر ما اینه که مردم را بر بگردانی به مدینه، یعنی ولا تقدمهم على هذا الوباء، و آنها را بر این وبا وارد نکنی و با جان آنها بازی نکنی. فنادى عمر رضی الله عنه، عمر نیز صدا زد، ندا داد، فی الناس، در بین مردم، در بین لشکر به اون بزرگی، انی مصبح علی ظهر، که من فردا صبح انشاءالله سوار بر مرکب خود هستم. فاصبحوا علی،
شما نیز این آمادگی را برای خود فراهم کنید که فردا صبح همه مرکبهایتان آماده باشد و آماده سفر باشید. فقال ابو عبیده ابن الجراح رضی الله عنه، فرمانده آن نیروهایی که از طرف شام می آمدند، ابو عبیده ابن الجراح به عمر گفت افرارا من قدر الله، گفت که ای عمر آیا از قضا و قدر الهی داری فرار میکنی؟ یعنی اینکه بریم به شام، هرچی که تقدیر ما باشه همون اتفاق میفته. یعنی که نترس، چرا میخوای مردم رو بر بگردونی؟ فقال عمر رضی الله عنه، عمر رضی الله عنه به ابو عبیده گفت که لو غیرک قالها یا ابا عبیده، گفت که ای ابو عبیده، ای کاش کسی غیر از تو این جمله را به من میگفت. یعنی اینکه عمر رضی الله عنه از ابو عبیده ابن الجراح که جزء یکی از یاران بزرگ رسول الله صلی الله علیه وسلم می باشد، توقع شنیدن این جمله را نداشت. نه از لحاظ اینکه بخواهد استدلال بکند به اینکه اگر انسانی اسباب سلامتی و تندرستی خود را فراهم سازد، چنین انسانی از قضا و قدر الهی فرار نمی کند، چون اسباب هم جزء قضا و قدر هست. یکی این و دیگر این که بعد از اینکه عمر تصمیم برگشتن گرفته بود، ابو عبیده آمده و با عمر مخالفت می کند و کان عمر یکره خلافه، و عمر هم دوست نداشت در آن تصمیمات کلانی که می گرفت کسی باهاش مخالفت بکنه. امیر المؤمنین بود، تصمیم که می گرفت دیگه باید همه عملی می کردن. اما یکی بخواد از اینجا بگه، یکی بخواد از اونجا بگه، مثل زمانه ما که هیچ کس قدرت تصمیم گیری ندارد و هر کسی که بخواد تصمیم بگیرد از 20 جا 30 جا آراء مختلف و گوناگون بلند می شود که چرا اینطوره و چرا اونطوره و مسئله رو دشوار می کنه. ولی در زمانهای گذشته تصمیمی که گرفته می شد، هیبت این تصمیم در این بود که کسی مخالفت نکند و آن کار پیش برود و برکت الهی هم در همان بود، چون اختلاف در تصمیم گیری ها باعث تفرق می شود، باعث از بین رفتن برکت می شود و همیشه زندگی مردم می لنگد، چون دیگه کسی جرأت تصمیم گرفتن ندارد. میگه حالا من بیام این تصمیم رو بگیرم، با 100 تا انتقاد مواجه میشم، بلش کن، حوصله دردسر نداره. ولی کسی که امیر است، کسی که امارت دارد و صلاحیت دارد، در زمانهای گذشته این گونه نبود. به هر حال عمر پاسخ ابو عبیده را این گونه داد، گفت نعم، بله، نفر من قدر الله الى قدر الله، بله ای ابو عبیده، ما از قضا و قدر الهی فرار میکنیم به سوی قضا و قدر الهی. مگر گزینه دومی چیست؟ قضا قدر خودمان است، آن هم قضا قدر الهی است. ما در هر حالتی که باشیم و به هر جا که برویم، در نهایت داریم قضا قدر الهی را اجرا میکنیم. ولی این معنیش این نیست که ما خود را در معرض هلاکت و نابودی قرار دهیم و اسباب بیماری های ناعلاج و بیماری های خطرناک را برای خود فراهم سازیم. سپس عمر رضی الله عنه مثالی زد تا این مسئله خوب فهمیده شود. گفت ارأیت، ای ابو عبیده، اگر لو کان لک ابل، اگر گله از شتر داشتی، فهبطت وادیا له عدوتان، سپس در دشت و در رودخانه وسیعی نازل شدی که 2 تا کناره دارد،
احداهما خصبه، یکی از این دو کناره ها سرسبز است، پر از علف، یعنی دچار کمبود نیست، دچار بیماری نیست، دچار آفت نیست. والاخرى جدبه، و سمت دیگر این دشت و این رودخانه خشک است، علفی ندارد. الیس ان رأیت الخصبة رأیتها بقدر الله، مگر این چنین نیست که اگر شتر خود را در آن قسمت سرسبز بچرانی، این کار را بر اساس قضا و قدر الهی انجام داده ای، یعنی بهترین را داری انتخاب میکنی. تا زمانی که قدرت انتخاب داری، انسان بهترین را انتخاب میکند. و ان رأیت الجدبه، و اگر برعکس شتران خود را بردی به آن قسمتی که علفی ندارد، خشک است، باز هم چه؟ رأیتها بقدر الله، باز هم این کار را با قضا و قدر الهی انجام داده ای. اراده های ما و کارهایی که ما انجام میدهیم از اراده الهی خارج نیست. هر چه بکنیم اراده ما زیر مجموعه اراده الهی است. بخواهیم اسباب سعادت و سلامتی و تندرستی خود را فراهم کنیم، داریم قضا و قدر الهی را انجام میدهیم. بخواهیم خودکشی کنیم و خود را نابود کنیم و زمینه و اسباب نابودی و هلاکت خود را فراهم کنیم، باز هم داریم قضا و قدر الهی را اجرا میکنیم. قال فجاء عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه، اینجا بود که یکی دیگر از یاران رسول الله صلی الله علیه و سلم، عبد الرحمن بن عوف، آمد و کان متغیبا فی بعض حاجته، و برای انجام دادن برخی از حاجات خود از این صحنه غایب بود، از این مشورت، از این اتفاقی که افتاده بود غایب بود، نبود. فقال، وقتی که عبدالرحمن بن عوف آمد گفت که ان عندي من هذا علما، من در این زمینه علمی دارم، یعنی این که چیزی را از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم. سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول، از رسول الله صلی الله علیه وسلم شنیدم که میفرمود اذا سمعتم به بارض، هرگاه شنیدید که وبا و بلا در جایی واقع شده، فلا تقدموا علیه، بر آنجا وارد نشوید. و اذا وقع بارض و انتم بها، و اگر در جایی وبا واقع شد که شما اهل آنجا هستید، پس ممکنه شما ویروس داشته باشید، فلا تخرجوا فرارا منه، پس به نیت فرار از این بیماری از آنجا خارج نشوید، چه بسا ناقل بیماری باشی و دیگران را گرفتار کنی، پس در جای خود باقی بمان و تکان هم نخور. اگر مردی به قضا و قدر الهی مردی، و اگر هم جان سالم به در ببری به قضا و قدر الهی جان سالم به در برده. اینجا بود که عمر رضی الله عنه حمد و ستایش الهی را به جای آورد. فحمد الله تعالی عمر رضی الله عنه و انصرف، و با لشکر به مدینه برگشت. و حدیث دیگر باز در همین راستا از اسامه بن زید رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و سلم که فرمودند اذا سمعتم الطاعون بارض، اگر شنیدید که بیماری طاعون در جایی واقع شده، فلا تدخلوها، داخل آنجا نشوید. و اذا وقع بارض و انتم فیها، و اگر هم طاعون در زمینی، در جایی، در شهری واقع شد که شما اهل آنجا هستید، فلا تخرجوا منها، از آنجا خارج نشوید. این یکی از راهنمودهای نبوی صلی الله علیه و سلم در این زمینه که انسان چه موضع‌گیری داشته باشه در مقابل این گونه بیماری ها. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.